سلام بچه، خوش اومدید به پارت 2 باید فول ندرایتی شیم، که یعنی همون پارت اولش که داشتم فول ندرایتی میشدم، دنبال شهرار بودم. یهویی دستم خورد به این بیلبیلکی که فکر کنم اگه بتونید ببینیدش، یهویی رفت، حواسم نبود، ببخشید. اومدم این سری فول ندرایتم، اینجوری که یادتونه گفتم فول انچنتین ندرایت. حالا من شلوار رو خواستم پارت قبل پیدا کنم، نتونستم. حالا این سری اومدیم که پیداش کنیم. خب یا خدا، ایشالله تو این قسمت شانس داشته باشیم. ویدیوی قبل این چیه؟ آیرون دولم نمیخوامش. بده دیگه کار. بده نمیده. مثل اینکه تو این ویدیو هم قراره پیدا نشه. اینجوری که من فکرشو میکنم. چطوری؟ همش تقصیر توه. فانک. حیف، چرا مردی؟ میخواستم باید زندگی کنم من. یعنی چی؟ مگه اینقدر امکانش هست؟ باید پیداش کنم بودتر. اچه نظرتون همجوری برم پایین؟ نه. آره من میرم. اگه میخواید تو کامنت ها بهم بگید. لباس یه لحظه کنم شلواره. نظر بود داد و بیداد کنم. خب یک دوسته. از پرهام به شلوار میخوام. پرهام بوت، تو رو خدا بوت داد، شلوار نداد. تو رو خدا خودتون تو کامنت ها بگید امکانش هست یا نه. این چه؟ دراگون نیست؟ تخم دراگون؟ نخواستیم. خب یه لحظه فکر کنم یه شلواری رو دیدم. ندیدم؟ دوباره بود. نه فکر کنم برای قبلی. آره ببخشید. برو دوباره خونه عمت دوباره. خب این سیک اینجا پر از لوت شده که چه کار کنم چه نکنم. صدا بچه به هم نمیده، شما بیاید بزنید. خدا بیاید. من نیاز دراگون میخواید پنجه اسپانش کنم؟ باید سری برم بیرم. مثلا چیزی دارم؟ نه. آره چه دارم؟ تخمشو بده. این آسش نگاه کنید. اندر دراگون. خب یه جای سراخ کنم. آیرونا بیان تو دستم. یک دوسته. حواسم نبود قراره اینجوری شه. رفتی؟ دراگون جرأت داری بیا فرارش دادم. دیدید من چقدر قویم؟ اصلا من صورت میاد قوی باشه معلومه. این چیه؟ اسپلش، پوشن اسپلش بزنم به خودم. بیا انا یه روح واقعی. برو پیداش کن. رفت. آره من با دست باید این همه این آسش. یه لحظه گفتم اینو باید برم بین اینها پیداش کنم. یا خدا بچه اگه شما شانستون خوبه تو کامنت ها بهم بگید. خب خیلی امکانش هست، خودتون بگید. امکانش 0 در میلیون نداره. انقدر میرم بالا. گلیچ کرد. خب برو پرواز کنم. الایترا نداری؟ نه
بچه خودم هم همین الان یه دونه چیز فکرم بلاک ندرایت دارم. آره 7 تا ندرایت دارم. میتونم یه دونه شلوار درست کنم. لپیزم دارم. یه دونه انچانتینگ تیبل پیدا کنم. اسمش چیه نمیدونم. این آشش تموم. فول ندرایت شدم. تموم شده. کرافتینگ تیبل اینو بذارم. این چیه؟ شلوار میخوام. شلوار نمیدی؟ نده. من چیکار کنم؟ بعد خودم شلوار رو بسازم یعنی؟ باش. چی شد؟ میبینید؟ نمیذاره. نگاه کنید. من دست نمیزنم به خدا. تمام شد. قضیه کنکله. من باید برم خودم بکنم. پیداش کنم. یعنی چه؟ نمیشه. پیداش رو زود. من انقدر میکنم تا پیداش رو. انقدر میکنم. اصلا مگه داریم؟ این هاشش. به خدا این هاشش. نشد. شد. تموم. بعد از سالها میلیونها وقت برم تو بازار، برم پیش تو تکازار. نمیتونم خودم زیر آب خفه کنم. نمیشه. من باید یه شیرجه‌ای بزنم. نه نمیشه. زمینش میکنم. مشکل نیست. بیاید یه لحظه. بیا تو با من بزنی. جرأتش داری. بیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 با خودش مرد. آخه این چیه؟ یا دلفین سکته زدم. یه لحظه گفتم چه حیوان زیر آب انقدر سریع میره. بیا بهم. میخوام باید شنا کنم مثل تو سرعت داشته باشم. تموم شد. آخراشه. 1 بیا تو منو بکش. یا خدا نمیمیرم. مردم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار تا ویدیو بعد.